ما اکثرا از مسائل روزمره مثل ترافیک، نداشتن وقت کافی، شاید هم سر و کله زدن با آدمای بی‌منطق گله و شکایت داریم. یه وقتایی هم مثلا فکر می‌کنیم به نقطه آخر رسیدیم. حالا اگه علاوه بر اینا با چیزی جدی‌تر روبرو بودیم، بیماری که بدن ما رو ضعیف می‌کنه و باعث میشه برای همیشه روی ویلچر بشینیم و تو انجام دادن ابتدایی ترین کارها به مشکل بر بخوریم، چه چیزی بهمون امید میداد؟ میتونستیم به زندگی تو این مسیر پرپیچ و خم ادامه بدیم؟ تو اولین بیوگرافی کسی رو داریم که نه تنها تونسته با این شرایط کنار بیاد و حال خودش رو خوب کنه، که تونسته برای آدم‌های زیادی الهام بخش باشه و کارهایی رو انجام بده که ما شاید خیلی اوقات بهشون فکر کردیم یا دوست داشته باشیم انجامشون بدیم، اما فکر می‌کنیم از پسش بر نمیاییم و بهتره به گله و شکایت بسنده کنیم. سعید ضروری کسیه که خیلی از محدودیت‌های اصلی ما رو به خاطر نحوه نگاهمون به زندگی میدونه. اون ارزشمندترین سفر رو سفر به درون افکار خودش میبینه. سفری که شاید بتونه ازمون آدم قدرتمندتری بسازه. سعید سال 1365 تو روستای علی آباد، شهری که نزدیک شهر منجیر گیلانه، به دنیا میاد. روستای کوهپایه‌ای که به بادهای تندش معروفه. کودکی سعید مثل دنیای خیلی از بچه‌ها پر از اشتیاق به کشف دنیا و تجربه‌های هیجان انگیزش بود. اما اون خیلی دیر شروع به راه رفتن میکنه. علیرغم اینکه بالاخره تونست روی پاهاش وایسته، ولی هیچ وقت نمیتونسته خوب راه بره. تمام خاطرات سعید بعد از 31 خرداد سال 69 تو زمین ثبت میشه. اتفاقی عجیب تو منطقه میفته و یکی از بزرگترین زلزله‌های تاریخ ایران رودبار، منجیل و تمام منطقه رو میلرزونه و اون شب رو تبدیل به یک کابوس تلخ میکنه. تو کمتر از چند دقیقه هزاران نفر جون خودشون از دست میدن و تمام ایران داغدار میشن. And this is a little historic moment because he is reaching for the yellow card and it's for the first time. Well, Baston sprinted back. سعید و خانواده‌اش اما با معجزه‌ای از این حادثه جون سالم به در میبرن. اما یکی از عمه‌هاش که به دلیل معلولیت نتونسته بود به موقع از زیر آباد فرار کنه، جون خودش رو از دست میده. این از دست دادن برای سعید تبدیل میشه به یکی از ترس‌های بزرگ زندگیش، ترس از خفگی زیر آوار. چون کاملا میدونست اگه دوباره زلزله‌ای در کار باشه، اونم مثل عمه‌اش نمیتونه جون خودش رو نجات بده. فکر کنین برای یه بچه خردسال دیدن این شرایط، داد و فریاد و گریه و زاری چقدر میتونه سخت و چالش برانگیز باشه. سعید که فقط 4 سال داشت، با چشمای کوچیکش برای اولین بار مرگ و ویرانی رو میبینه. بعد اون زلزله خانواده سعید مجبور شدن خونه‌ای که با عشق و زحمت ساخته بودن خرابش کنن و از نو بسازنش. بعد از چند بار نقل مکان و زمانی که زندگیشون تازه داشت وارد یه شرایط تقریباً آروم میشد، سعید توی اتفاق تلخ خواهر بزرگش فاطمه رو از دست میده. خواهری که همیشه کمکش میکرد و با مهربونی تمام حروف انگلیسی و نقاشی کردن رو بهش یاد داده بود. این اتفاق برای سعید غیر قابل هضم بود. اون هر روز داشت با مسائلی روبرو میشد که برای سعید با سنی که داشت قابل درک نبود. اون تو دوران مدرسه از عصا استفاده میکرد و وقتی به مدرسه راهنمایی میره، ضعف جسمانیش بیشتر نمایان میشه. اون متوجه میشه کارهایی که قبلا به آسونی انجامشون میداد حالا براش سخت و چالش برانگیز شده. کار ساده‌ای مثل از زمین بلند شدن. دیستروفی عضلانی یه بیماری ژنتیکیه که به تدریج عضلات بدن رو ضعیف میکنه. این بیماری زندگی افراد مبتلا رو به مسیری دشوار میبره، جایی که حتی انجام دادن کارهای روزمره به یه چالش بزرگ تبدیل میشه. سعید با همین اوضاع به مدرسه‌اش ادامه میده و به گفته خودش همکلاسی‌ها و دوستاش باهاش رفتار بدی نداشتن و باهاش رفیق میشن. اونم سعی میکنه با درس خوندن با این اوضاع پیچیده و سختی‌هایی که تمومی نداره کنار بیاد. از اونجایی که خانواده سعید نوع دقیق بیماریش رو بهش نگفته بودن، تصمیم میگیره یه شب تو اتاقش از اینترنت اون موقع که دایلاب بود دلیل و نوع بیماریش رو بفهمه. تو اینترنت نوشته بود دیستروفی عضلانی یه بیماری کشنده است که معمولاً بیمار قبل از 30 سالگی جون خودش رو از دست میده.
اینجا بود که تمام رویاهاش نقش برآب میشه و اونو یک بار دیگه با تصویر مرگ روبرو میکنه. تصویری از یه سایت که تا مدت‌ها تو ذهنش باقی میمونه. تصویر زندگی که میتونه با بیرحمی تمام همه رویاهاش رو ازش بگیره. انگار سایه شوم مرگ قرار نبود حالا از زندگی سعید جدا بشه. اون بعدها یکی دیگه از خواهراش رو که فقط 21 سال داشت بر اثر سرطان معده از دست میده. خانواده‌اش قبل از تولد خواهر و برادر سعید یه دختر دیگه هم داشتن که تو سن 7 سالگی به دلیل بیماری سرخک از دست داده بودنش. سعید بعد از گذراندن سالهای زیاد و دست و پنجه نرم کردن با شرایطش مجبور میشه همراه خانواده‌اش به شهر آبیک نقل مکان کنه. اونجا برای دانشگاه امتحان میده. تو زیستشناسی و ادبیات زبان قبول میشه. اون به زیستشناسی علاقه زیادی داشت. چون تو دوران مدرسه‌اش یه میکروسکوپ داشت که باهاش ذره‌های کوچیک رو میدید و از دیدن دنیا تو اون مقیاس لذت می‌برد. سعید علیرغم اینکه تو رشته زیستشناسی قبول میشه و رتبه خوبی هم به دست میاره، اما از اونجایی که خونه‌شون تو آبیک به این دانشگاه نزدیک‌تر بود، به ناچار تو رشته ادبیات زبان انگلیسی وارد دانشگاه البرز استان قزوین میشه. رشته زبان علاقه اصلی سعید نبود، اما محدودیت‌هاش باعث شده بود که از رشته مورد علاقهش دست بکشه. با ورودش به دانشگاه ناچار میشه از ویلچر برقی استفاده کنه. چون شرایط جسمیش بدتر شده بود و از یه جایی به بعد دیگه دستاش هم توان سابق رو نداشتن و حالا دیگه حتی نمیتونستن ویلچرش رو حرکت بدن. اینجا بود که ویلی پاش به زندگی سعید وا میشه. دوستی از جنس آهن که همراه همیشگی سعید میشه. ویلچری که برای سعید حکم بالی برای پرواز رو داشت و میتونست سعید رو به همه جا ببره. مستقل شدن اما رویایی بود که از سال 85 وقتی که وارد دانشگاه شد ذهن سعید رو رها نمی‌کرد. اون میدونست که جامعه برای اون کاری نداره. پس دست به کار شد و از همون سالهای اول دانشگاه به فکر شغل و درآمد میفته. هر روز ضعیف‌تر شدن و نامشخص بودن آینده چالش کمی نبود. اما تو همون دوران دانشگاه سعی میکنه با آموزش زبان انگلیسی و وارد شدن به روزنامه‌نگاری منبع درآمدی برای خودش دست و پا کنه. داشتن درآمد برای کسی مثل سعید، اونم درآمدی که بتونه همه هزینه‌های زندگیش رو شامل بشه، شاید برای خیلی از ماها غیر ممکن یا دور از دسترس به نظر بیاد. اما اون ناامید نشد و سعی کرد توی استعدادها و مهارت‌هایی که داره بالاخره یه راهی پیدا کنه. اینجا بود که اوتوپیا رو راه اندازی میکنه. این وبلاگ به دانشجوهایی مثل خودش کمک میکرد تا برای آموزش زبان به این سایت بیان و از مطالبش استفاده کنن. از داستان‌های کوتاه گرفته تا هر چیزی که دانشجوهای زبان بهش احتیاج داشتن. اون علاوه بر اینا روزنامه نگاری رو به صورت جدی دنبال میکنه و حالا دیگه برای روزنامه‌های معروفی مثل همشهری، مردم سالاری و روزنامه اطلاعات مطالب می‌نویسه. روزنامه نگاری و آموزش‌های مجازی زبان سال 87 کار نو خاصی به نظر می‌رسید. اما رویای بزرگتر سعید داشتن آموزشگاه مجازی بود. تجربه‌های سعید تو این دوره از زندگیش باعث میشه پاش رو از دایره امن خودش بیرون بذاره و شاید مسیر زندگیش رو به سمت علایقش هدایت کنه. اون به کمک یکی از همکلاسی‌هاش برای اولین بار غواصی رو تجربه میکنه. بعد اون هم به دعوت همایش دیستروفی ایران با هزینه شخصی و به تنهایی به هند سفر میکنه که تو همایش‌های مربوط به این بیماری شرکت کنه. سفر هند برای سعید یه تجربه فوق‌العاده بود. اون سفر باعث شده بود که اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنه و بتونه پاش از محدودیت‌هاش فراتر بذاره. این سفر علاقش به پرواز رو زنده میکنه. اون دوست داشت باز هم حس پرواز رو تجربه کنه. همین موضوع باعث این میشه که پرواز با یه هواپیمای فوق سبک رو امتحان کنه. ماجراجویی اما رویایی بود که با توجه به شرایط مالی و جسمی اون موقع سعید غیر ممکن به نظر می رسید و نمیتونست تداوم داشته باشه. بنابراین بعد از اینکه لیسانسش رو میگیره به تهران برمیگرده و توی شرکت بازرگانی مشغول به کار میشه. زندگی مستقل تو تهران و دور شدن از خانواده که از آبیک به منجیل برگشته بودن برای سعید تجربه سختی میشه. در نهایت سعید هم مجبور میشه استعفا بده و به منجیل برگرده. چون هم شرایط جسمیش امکان زندگی مستقل رو براش فراهم نمیکرد، هم شرکت به خاطر تحریم‌ها فعالیت‌های سابق رو نداشت و همه چیز تغییر کرده بود. اما سعید با پشتکاری که داشت درست 2 ماه بعد از ترک شرکت به رویای داشتن آموزشگاه مجازی زبان میرسه. سعید بعد از 6 ماه میتونه آروم آروم شرایط کاری و اقتصادیش رو
به حالتی تبدیل کنه تا بتونه جایی برای خودش و رویاهاش باز کنه. اون تونسته بود مترجما و مدرسای وبسایتش رو به صورت مجازی مدیریت کنه و به سفرها و ماجراجویی‌هاش هم برسه. غواصی، پرواز با پاراگلایدر و انواع وسایل پرنده. اون آدرنالین محض رو توی رگ‌هاش حس می‌کرد. این وبسایت حالا دیگه میتونست هزینه‌های زندگی سعید رو تأمین کنه تا بتونه از اوج آسمون تا اعماق دریا و زمین ماجراجویی و سفر کنه. یه بار دیگه اما درست زمانی که همه چیز به نقطه امن خودش میرسه، وبسایتش هک میشه و سعید مجبور میشه دوباره همه چیز رو از صفر شروع بکنه. اراده قوی و ماجراجویی‌های سعید از همون سالهای اول تو رسانه‌ها پوشش داده میشه. اون اوایل به عنوان فردی با معلولیت خیلی شدید که اشتغالزایی انجام داده و ماجراجویی میکنه مطرح میشه. سعید با وجود ترس از خفگی و ترس از ارتفاعی که داشت، وارد ماجراجویی و کارهای خطرناک میشد و دائما خودش رو به چالش میکشید. اون میخواست مانعی برای افراد معلول ایرانی وجود نداشته باشه و اونا هم بتونن مثل همه مردم این ماجراجویی ها رو تجربه کنن و به حق طبیعیشون برسن. بنابراین کنار کارهایی که داشت به شدت وقت و انرژیشو پای این کار میذاره. اون سعی میکنه هرچی مانع تو گردشگری ماجراجویانه است رو از سر راه برداره و برای هر چالش یه راه حل پیدا کنه. سعید تورهای زیادی رو برگزار میکنه و فعالیت‌هاش باعث میشه که به لحاظ بین‌المللی به ماجراجویی‌ها شناخته بشه و تو همایش‌های خارجی سخنرانی کنه. سعید به عضویت کمیته ادونچر تراپی در میاد. ادونچر تراپی یه روش درمانیه که با انجام کارهای هیجان انگیز تو طبیعت به بهتر شدن حال و روحیه افراد کمک میکنه، طوری که اعتماد به نفسشون بالا میره و میتونن با استرس ها مقابله کنن. اینجا بود که عضویت سعید تو کمیته پارا رفتینگ فدراسیون بین‌المللی رفتینگ اتفاق میفته و باعث میشه دستش تو برگزاری تورها برای افراد دارای معلولیت بازتر باشه. اما چالش دیگه‌ای که سعید با جدیت اون رو دنبال میکرد و اعتقاد داره که کمک زیادی برای کنترل ذهنش کرده، فری دایوینگه. اون این ورزش رو به عنوان یکی از جذاب‌ترین تجربه‌های زندگیش میدونه. فری دایوینگ که شامل غواصی بدون استفاده از تجهیزات تنفسیه، برای سعید فراتر از یه ورزش بود. این تجربه براش به معنای رهایی از محدودیت‌های جسمانیش و به چالش کشیدن توانایی‌های ذهنی و فیزیکیش بود. اون موفق میشه رکورد 5 دقیقه و 35 ثانیه رو تو حبس نفس به ثبت برسونه که نشون میده چه اراده قوی و تمرکز بی‌نظیری داره. سعید تو این مسیر با افراد برجسته‌ای تو جامعه فری دایوینگ و ورزش‌های آبی آشنا میشه. اون مصاحبه‌ای با هربرت میچ، قهرمان معروف جهانی تو غواصی آزاد رو ترتیب میده و بیشتر با این ورزشکار آشنا میشه. این ورزش برای کسی مثل سعید نمادی از توانایی بی‌حد و مرز انسانه که میتونه تو هر شرایطی رویاهاش رو دنبال بکنه. ارشا اقدسی یکی دیگه از افرادی بود که تو این مسیر به سعید کمک میکنه. اقدسی که بدلکار و ماجراجوی برجسته ایرانی بود، با سعید چند کار ماجراجویانه و جذاب رو انجام میده. فیلمبرداری از پرش سوم سعید از هلیکوپتر با عماد مظلومیان رو هم مرحوم ارشا اقدسی تو آسمون به خوبی انجام میده و این لحظه بی‌نظیر رو برای همیشه ثبت میکنه. تصویری که نشون دهنده اراده انسان برای مقابله با محدودیت‌هاشه. حالا سعید به نقطه‌ای رسیده که شاید وقتی بچه بود حتی تصورش هم نمی‌کرد. همون بچه‌ای که تو کوچه‌های شیبدار منجیل با تمام ریسکایی که داشت دوچرخه سواری می‌کرد و با بادهای تند شهرش مسابقه می‌داد. غواصی آزاد، کوهنوردی، پرواز، ماجراجویی و چالش‌های بزرگ دیگه بخشی از زندگی شدن. ولی اینها فقط سطح ماجراست. پشت این همه تلاش و موفقیت یه قلب پر از انگیزه و رویاهاییه که برای هر کسی میتونه به واقعیت تبدیل بشه. فقط باید تاب‌آور بود و ادامه داد. اون هرچی بیشتر جلو میره، بیشتر میفهمه که زندگی فقط یه رقابت ساده با محدودیت‌هاش نیست. یه سفری که توش هم موفقیت هست، هم شکست، هم شادی هست، هم غم. اما چیزی که مهمه اینه که تو هر لحظه از این سفر همیشه میشه یه قدم به جلو بردارید. اگه کتاب انسان در جستجوی معنا نوشته ویکتور فرانکل رو خونده باشید، یه نقل قول زیبا ازش رو میخونم که به نظرم میتونه برای هممون الهام بخش باشه. هر چیزی که از انسان گرفته بشه، حتی در بدترین شرایط، آزادی برای انتخاب واکنشش نسبت به اون شرایط رو نمیشه ازش گرفت. این دقیقاً همون مسیریه که سعید تو زندگیش انتخاب کرد. اون با وجود تمام محدودیت‌ها تصمیم گرفت که واکنشی مثبت به شرایطش داشته باشه تا هر روز کمی به رویاهاش نزدیکتر بشه. سعید هنوز رویاهایی داره، هنوز هم اهدافی داره که براشون بجنگه و میتونه با الهام از آدمایی که تو مسیر باهاشون آشنا شده و ازشون الهام گرفته ادامه بده. شاید هم بگیم برای سعید ماجرا تازه شروع شده، چون مهم نیست چقدر از بلندی‌ها و عمق دریاها رو فتح کرده،
مهم اینه که هنوز تشنه ماجراجوییه. از اونجایی که استقلال حرکتی و داشتن ویلچر برقی برای سعید تو اون سالها نقطه عطفی بود که تونسته بود به کمکش بخشی از محدودیت‌هاش رو پشت سر بذاره، تصمیم گرفت با اجرای یک ماجراجویی بزرگ 24 ساعت رو روی دریا سپری کنه تا پول کافی برای خرید 9 ویلچر برقی برای اعضای انجمن دیستروفی عضلانی فراهم کنه. اون به کمک مردم تونست این ایده رو عملی کنه و موفق بشه. 24 ساعت بدون استراحت یا خوابیدن تو دریا و طی کردن 50 کیلومتر با پدل بوردی مخصوص جدیدترین ماجراجویی سعید بوده که نشون داد حتی محدودیت‌های ما میتونن دلیلی باشن تا ما بیشتر همدیگر رو دوست داشته باشیم و دنیای زیباتری برای همدیگه بسازیم. یه جمله ناب از کتاب زندگی ضروری که نوشته خودش هست و پیشنهاد میکنم حتما بخونیدش، میخونم و با شما عزیزان خداحافظی میکنم. یاد گرفتم حال خوبم را به هیچ چیز گره نزنم، چرا که زندگی دقیقاً مانند رودخانه خروشان است. همه ما در همین رودخانه خروشان به نام زندگی در حال زیستن هستیم. تا باور باشید.